خب جلسه قبل دوستان در مورد تکنیک دوبل نوازی صحبت کردیم. این جلسه رو میخوایم بپردازیم به مفهوم نوت‌های زینت. ببینید دوستان، وقتی که ما میخوایم یک نوتی رو اجرا بکنیم به صورت ساده و در سطح مقدماتی، یک سری جاها هستش که فاصله های قرار داده شده. اینا همون مکس بین نوت ها هستش. مثلا اینجا رو ببینید، این دو قسمت رو میخوام اجرا بکنم. A, B, C, E فاصله F, E F, E خط دوم F, E F, E, D فاصله E, D فاصله E, D. خب ما اگر بخوایم به صورت یک کمی حرفه‌ای تر و زیباتر آهنگمون رو اجرا بکنیم، نباید دیگه بین نوت هامون فاصله باشه. برای اینکه این کار انجام بشه و این فاصله از بین بره، ما از یک سری نوت‌های استفاده می‌کنیم به اسم نوت زینت یا نوت‌های اضافی. این نوت‌ها تأثیری توی آهنگ ما ندارن، نه ریتم رو تغییر میدن نه آهنگ رو تغییر میدن، فقط اون فاصله خالی رو میپوشونن. در جلسه قبل که در مورد دوبل نوازی توضیح دادم، گفتم که نوت‌های داخل پرانتز با هم به صدا در میان. نوتی که بعد از پرانتز قرار میگیره، حالا یه نوت باشه یا دوتا، اینها نوت‌های زینت ما هستند. ما دیگه مکسی نمیشنویم، فقط صدای نوت‌ها هستش که میشنویم و خب آهنگمون هم قشنگتر میشه. ببینید ما تا اینجا آمدیم. بعد یه نوت زینت داریم برای اینکه اینجا فاصله نیفته، چون اگر این نباشه فاصله داریم. ببینید اون فاصله رو اگر بخوایم پر بکنیم از ای استفاده میکنیم. معمولا هم نوت زینت نوتی هستش که دقیقاً کنار اون نوت دوبل قرار گرفته. ای و سی با همن، کنارش یک نوت دیگه ای هستش که اونو میزنیم که فضا پر بشه. پس حتما به نوت زینت توجه داشته باشید، حتما اجراش بکنید که کاملا متوجه این نکته هم بشید.